تو میکنی؟ من در تلویزیون کار میزنم. خیلی میشی همونجا کو سر میکنی میشی همینجا بشینم. اخبار گفت پول تا اینمونو السلام علیکم تماشاگران عزتمند. اینک برنامه اطلاعاتی اخبار است. رسفینه توسط به شما میستر کلی هفته سپشل در شهر دوشنبه در چششون کرده در نزدیکی این ویدی دوز رو دستگیر کردن. صدرالدین نجمی و بهرام غفوری ساعت 12 شب به نیت غارتگری از خونه بیرون شده به خونه عبیدالله سعدلو حمله کردن. عبیدالله سعدلو در حالت مست خواب بوده. از کاسه عبیدالله سعدلو 180 درم، از درون شیفانیر عبیدالله سعدلو چیزهای قیمت بها، دو فیلم میکا، دو پرکالو، دو پچکا چای، دو پرنسکی و دو ترکانی اون خونه رو زیر کرده گریختن. از این کارها سردار گروه میلیسیا حسن چیلا خبر شده با کارگردان کربسه جمهوری تاجیکستان خبر داده. کارگردان کربسه جمهوری تاجیکستان دولتمند خال کرکیبک برده قاسم از این کارها خبر شده. هر دین غارتگرها را دستگیر کرده و درون کاخ برباد بردن. صدرالدین نجمی و بهرام غفوری به درون کاخ برباد برده. صدرالدین نجمیدین زدن تا با قدم خدا و اس میکنی. ای رو تسیا کدامی ژورنالیست دروغ میگه؟ تو در تلویزیون گپ زدی تو رو تمام جهان تماشا میکنه. تو دروغ میگی؟ تو رو خلق بدون چیکار میکنه؟ سنگ شپت میکنه. نخواد ژورنالیست دروغ بگه. چه داره بزنی؟ تو فالبینی دروغ گفته استی.